اگه میمون‌ها یه دونه موز داشته باشن، موز کمیاب میشه. موز با ارزش میشه. اما اگه میمون‌ها موزهای بیشتری پرورش بدن، موز فراوون میشه. موز دیگه اونقدر با ارزش نیست. تورم ناشی از فشار تقاضا. اگه میمون‌ها تقاضای موز بیشتری داشته باشن ولی کشاورز همون مقدار رو تولید کنه، قیمت موز میره بالا چون موز کمیابتر شده. تورم ناشی از فشار هزینه. اگه تقاضای موز ثابت باشه اما کشاورز موز کمتری بره فروش داشته باشه، قیمت موز میره بالا چون موز کمیابتر شده. تورم هزینه تولید. میمون موز میخره، میمون موز میخوره، زندگی خوبه. میمون به دوستاش در مورد مغازه موز فروشی میگه میمون‌ها همه موزا رو میخرن. کشاورز مجبور درختای موز بیشتری بکاره. اما بذر موز گرونتر میشه. بنابراین کشاورز قیمت موز رو بالا میبره تا هزینه‌هاش رو پوشش بده. تورم نقدینگی. اگه تقاضای موز ثابت باشه و عرضه موز هم ثابت باشه، اما میمون‌ها برگ یعنی پول بیشتری نسبت به معمول برای خرید داشته باشن، قیمت موز میره بالا چون حالا ارزش برگ‌ها یا همون پول به اندازه قبل نیست. ابر تورم. قیمت موز میره بالا. پس دولت میمون‌ها تصمیم میگیره برگ‌های بیشتری تولید کنه تا میمونا بتونن موز بخرن. پس میمونا موز بیشتری میخرن اما قیمت موز میره بالا تا با تقاضای موز هماهنگ بشه. پس دولت میمونا برگ‌های بیشتری تولید میکنه. اما قیمت موز دوباره میره بالا تا با تقاضای بیشتر هماهنگ بشه. پس دولت باز هم برگ تولید میکنه. این قضیه داره مسخره میشه. در نهایت دولت میمونها همه برگا رو میسوزونه و شروع میکنه از چوب به عنوان ارز جدید استفاده کنه. تورم لزوماً برای میمون بد نیست. اگه مقدار برگای میمون با همون سرعتی که قیمت موز بالا میره زیاد بشه، میمون خوشحاله. اگه مقدار برگ‌های میمون زیاد بشه اما قیمت موز ثابت بمونه، میمون حسابی پولدار میشه. اگه برگای میمون ثابت بمونه اما قیمت موز بالا بره، میمون فقیر میشه. میمون غمگین میشه. میمون همه ما هستیم. برای جلوگیری از تورم، میمون باید روی موز سرمایه گذاری کنه. چون این کار باعث میشه با گذشت زمان موزای بیشتری رشد کنه. بعضی وقتها تورم میتونه واقعاً دیوانه کننده، یعنی موزی بشه. امیدوارم حالتون هیچ وقت موزی نباشه. دوستان و همراهان عزیز، افتخار می‌دهید اگر همین حالا سابسکرایب کنید و برای اطلاع از تازه‌ترین محتواهای ما نشانگر زنگوله را بزنید. دیدگاه‌های ارزشمندتان نیروی محرک اصلی ماست. پس حتما نظرتان را بنویسید. بی‌نهایت سپاسگزاریم.